سلام دوستان گلم، محمد هستم از کانال اس دیزاینر. امروز ویدیو دوم کانال رو آپلود میکنم به عنوان ساخت لوگو ساده از روی حروف. این ویدیو آموزشی هم خیلی ساده قرار باشه، پیچیدگی خاصی اصلا نداره، به هیچ دانشی هم نیازی نداره، پس با من همراه باشید. برای اول کار برنامه ایلیستریتور رو باز میکنیم و پروژه جدید میسازیم به اندازه دلخواه. خیلی خوب، از طریق تایپ تول حرفی که میخوایم در واقع به لوگو تغییرش بدیم رو مینویسیم. خیلی کوچیکه، کمی بزرگش میکنم، بهتر البته فونتش رو تغییر بدم، یه فونت بهتر به نظر این خوب میاد. خیلی خوب، از این مسیر تایپ و create outlines در واقع این حرف رو به یک شیپ تبدیل میکنیم تا تغییرات خودمون رو روش اعمال کنیم. شیفت رو نگه دارید، یکم بزرگش کنید. خیلی خوب، از طریق شورتکات L یا الیپس تول یه چیزی تو همین مایا میکشیم و دوباره همین که انتخاب هست با استفاده از کنترل C و کنترل F یک کپی ازش میگیریم و رو خودش اعمال میکنیم. در واقع رو خودش میفته. البته شیفت و آلت رو نگه دارید و از مرکز یکم کوچیک کنید، یکم از پایین کوچیکش میکنید و بالاتر میبریدش، کمی بالاتر. همین خوبه. رنگ دومی رو به سفید تغییر میدم. خیلی خوب، حالا از پت فایندر این گزینه رو انتخاب میکنیم. خیلی خوب، در واقع ترکیب شدن. الان زاویه رو بهش میدیم و میاریم اینجا قرارش میدیم. خیلی خوب، از روی خود این باز دوباره یک کپی میگیریم با استفاده از کنترل C و کنترل F رو خودش میندازیم، میاریم رو خودش، کمی پایین تر میاریم. خیلی خوب، حالا باز هم با استفاده از الیپس تولز جایی که با حرفمون ارتباط داره رو میبریم. الیپس تولز با این شیپ دوم رو انتخاب میکنیم و از پت فایندر رو این کلیک میکنیم. همونطور که میبینید جایی که با حرفمون در ارتباط داشت از بین رفت. حالا حرف خودمون رو انتخاب میکنیم، شیفت رو میگیریم، شیپ دوم و باز هم از پت فایندر رو این کلیک میکنیم.